این روزا هممون با چالش قطعی برق مواجه هستیم. به شوخی یه دوستی میگفت که برق دیگه نمیره، کلا بعضی وقتا فقط زود زدیش بعد بزاشیم بذار من این داستانم تموم شه بعد خاموش شه رضایی هست اینجوری و بعد وسطش خاموش شه. نه بذار داستانم رو بگم. خب این روزا هممون با چالش قطعی برق مواجه هستیم و تو این حین ممکنه که به وسایل خونمون مثل تلویزیون، یخچال، لپتاپ، کامپیوتر یا هر چیز دیگه آسیب بخوره. در مورد اینکه چطوری بتونیم این خسارت رو از اداره برق مطالبه کنیم یه توضیح میدم خدمتتون، اما قبلش داستانی نه همون داستانه رو بگو دیگه. اول داستانه رو بگو بعد راجع بهش حرف بزن، اینجوری بهتره. آبیا این روزا هممون با یه چالشی به نام قطعی برق مواجه هستیم. به شوخی یکی از دوستانمون چند روز پیش میگفت برق دیگه نمیره. گفتم چرا؟ منظور چیه؟ گفت کلا بعضی وقتا فقط میاد دیگه کل نمیره. میخوای کلا داستان رو شروع کنی؟ نه داستان بی‌مزه. تو این روزا هممون با یه چالشی دست به گریبان هستیم به نام قطعی برق. تو این حین ممکنه که به وسایل خونه یا محل کارتون آسیب برسه، مثل لپتاپ، تلویزیون، یخچال یا هر وسیله برقی دیگه ممکنه در اثر این نوسانات برق دچار آسیب دیدگی بشه. یه راهکاری هستش که میشه این خسارت رو از اداره برق مطالبه کرد. با من بیایید تا بهتون بگم که باید برق هم رفت، دلیل آمد دلیل آفتاب. حالا من توضیح میدم خدمتتون، یاد بگیرید انشالله که به کارتون نیاد، ولی اگه دچار مشکل شدید حتما از این روش استفاده کنید. خوب بود؟ موقع خاموشش کردم؟ نه آره